یکی از نیازهای اصیل، یکی از نیازهای بسیار جدی و واقعی همه انسان‌ها آرامش در زندگی. همه انسان‌ها این نیاز رو دارن و این حق رو دارن که تو زندگیشون آرامش داشته باشن. دوست دارن خوش باشن، دوست دارن دچار اضطراب و استرس و تنش نباشن. این واقعا یه نیاز اصلی تو همه انسان‌ها هستش. شما نگاه کنید، اولین خطابی که خدا به حضرت آدم و همسرش حوا میکنه اینه: یا آدم اسکن. اسکن، این کلمه اسکن از سکونت میاد. سکونت، سکینه و آرامش. اسکن انت و زوجک الجنه، تو و همسرت سکونت داشته باشید، آرامش داشته باشید تو بهشت. این نشون میده که یه نیاز اصیل و واقعیه که اولین خطاب خدا به آدم و حوا این خطاب بوده. شما نگاه بکنید، اگر کسی بخواد نقشش رو تو عالم ایفا بکنه، یه پدر بخواد نقشش رو ایفا بکنه، مادر بخواد نقش مادریش رو ایفا بکنه، یه پزشک، یه جراح بخواد اون نقش خودش رو ایفا بکنه، جراحی بکنه، باید آرامش داشته باشه. هر کسی اگر بخواد اون نقشی که به عهدهش گذاشته شده باشه بخواد اجرا بکنه و ایفا بکنه درست، باید آرامش داشته باشه. ما احتیاج به آرامش داریم تو زندگیمون. این آرامش هم به خاطر اینکه نقشمون رو بتونیم تو زندگی درست ایفا بکنیم. متاسفانه الان این نیاز با آرامش تو جهان خیلی زیادتر شده، چون تنش ها و اضطراب ها و استرس ها بیشتر شده. زندگی های ماشینی درسته که آسانی برای انسان ها آورده، کارا رو خیلی راحت کرده، اما آسایش نیاورده، آرامش نیاورده. میبینید که استرس ها و اضطراب ها زیادتر شده. بعضی از روانشناس ها اصلا دوران و عصر معاصر رو عصر اضطراب مینامن. خب این آرامش هم اگر بخوایم به دست بیاریم، این آرامش از بیرون به دست نمیاد. اینجوریست که فکر کنیم اگر کسی بیرونش ثروت باشه، بیرونش امنیت باشه، بیرونش بحرانی نباشه، حتما و الزاما درونش آرامه. نه خیر، اینجور نیست. بعضیا بودن که در ثروت غلط میخوردن، تو امنیت بودن، اما درونشون ناآرام بود. درسته که وضعیت بیرونی مؤثره، اینکه انسان به هر حال در بیرونش امنیت داشته باشه، رفاه داشته باشه، از جهت اقتصادی، از جهت سیاسی، از جهت فرهنگی، این درسته که تأثیر گذاره، اما الزاماً اینجور نیست که هر کسی بیرونش آرام باشه درونش هم آرامه. نه، بعضیا در آرامش بیرون درونشون بحرانیه و برعکس بعضیا در بحرانها آرامن. سید الشهدا علیه السلام روز عاشورا تو گودال قتلگاه که سنگین ترین بلا روش بود و همه بلاها رو او بود و رو خاندانش بود، اون خطاب یا ایتها النفس المطمئنه، ای نفس آرام و مطمئن که همه عالم مضطرب هست، تو آرام. انسان میتونه کاری بکنه که تو بحرانها آرامش داشته باشه. پس آرامش باید در درون آدم پیدا بشه و اولین قدم برای اینکه کسی بخواد آرامش پیدا بکنه یک باوره، یک اعتقاده. آدم باید این رو باور بکنه که این ملک خدایی داره که مدیر این عالمه، که اون خدا رفیق توه، دشمنت نیست، اداره کننده این عالم که همه چی به دست او هست، رفیق تو هستش. اگر آدم این رو باور بکنه، اون وقت میتونه تو همه بحران ها و سختی ها میتونه تکیه به او بکنه و هیچ جا مضطرب نشه. درسته که تو زندگی بالا و پایین داره، درسته که فراز و فرود داره، درسته که خوشی و ناخوشی داره، اما تو چشم خداست، تو منظر خداست. درسته که من به بنبست میرسم، خدا که به بنبست نمیرسه. بنبست ها مال ماست، مال خدا نیستش که. اگر آدم این رو باور بکنه همیشه میتونه آرامش داشته باشه. خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی رو. بعضی از شاگردانش گفتن که ما خدمت ایشون رسیدیم، به ایشون گفتیم آقا ما داریم میریم حج، اگر میشه یه نصیحتی ما رو کنید، یه توشه راه به ما بدید. علامه طباطبایی فرمودن که این آیه قرآن که خدا میفرماید اذکرونی اذکرکم، به یاد من باشید تا من به یاد شما باشم، اینو میدونید یعنی چی؟ شاگردان ایشون گفتن آقا شما بفرمایید. علامه طباطبایی فرمودن که خدا داره میفرماید که اذکرونی، شما به یاد من باشید، تو سختی ها، تو مشکلات، تو خوشی ها، تو ناخوشی ها از من غافل نباشید. اذکرکم، من یاد شما، من پشت شما، منی که همه کاره عالمم، منی که یک مولکول تو این عالم جابجا نمیشه بدون اجازه من، یک برگ تو این عالم
از درختی نمیفته بدون اجازه من پشت شما، دیگه ترستون از چیه؟ خب ببینید اگه آدم اینو باور داشته باشه همیشه میتونه آرامش داشته باشه، تو همه بحران ها میتونه آرامش داشته باشه. خدا رحمت کنه یکی از اهل معرفت تو همین تهران خودمون، آقای حاج اسماعیل های دولابی، گفت اگر یه میلیاردر، حالا به تعبیر یه مثلا مولتی میلیاردری، اگر بیاد به شما بگه فلانی تو برو وارد این معامله بشو، اگر ورشکست شدی، اگر به هر حال ضرر کردی، من پشتتم، با فرض اینکه شما اطمینان بهش داشته باشید دیگه نگرانی ندارید که میدونید به فرضم اگر ضرر بکنید این پشت من. خب حالا خدا میگه تو به یاد من باش، من پشت تو هستم.